200 murals out in Compton. Remember me, I kept my promise. Yeah, we deserve it. خب ses gelir. الو. خب ses gelir. خب این نجداخ بس لیلیاخ بونی بونا اونی اونا اونی بونا بونی اونا دو 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 دو. خب ses gelir. خب این نجداخ بس لیلیاخ بونی بونا اونی اونا اونی بونا بونی اونا دو 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 دو. خب خب این نجداخ بس لیلیاخ بونی بونا اونی اونا اونی بونا بونی اونا دو 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 دو. خب این نجداخ بس لیلیاخ بونی بونا اونی اونا اونی بونا بونی اونا دو 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 دو. Ses Erzat Mizanlı Cüzem. Ses Erzat Mizanlı Cüzem.
هم خود صبح میایم میایم. میایم میایم. میایم میایم. بریم یه مچی بزنیم دیگه.
یه دفاع جانانه. یا اول فاز نایت چیپس آورده برام. یه دونه میزدی چی میشد مثلا؟ نمیفهمم. باریکلا عالی. آقا دفاع عالی بود. حالا ببینه حمله چجوری میشه. تاور اصلیش هم فعال کردم به عشق خودتون. یه دونه بزن. دفاع خوبی کرد. تاور اصلیشو من چجوری فعال کردم؟ 6 ماه پلی نمیدم واسه همون. چجوری فعال کردم؟ ای بابا این آرچرا رو بابا والکرش چی آخه؟ چه جوری باختم من به این؟ یه نفر تو لایو چت میدی داداش یا نمیدی؟ میخوام ببینم میاره برا من یا نه. زچه میزده هنوز بازی شروع نشده. خوب شد نذاشتم ها. یکم دیرتر میومد شهابه میذاشتم. یه اتک سنگین همین یه اکسیری بزنیم. صد درصد تاور داری بنداز تاور نداره. کاش تاور داشت یا منفذ. داداش اگه چت میدی نمیبینم بعد این بازی میبینم. میبینم کجا باید من چت رو ببینم اگه چت میدی. البته که تاور داری گفتم دیگه تاور داری. این خوب بازی میکنه آجی. دفاعش خوبه. ویچو از اینجا بندازم. شهاب داره. چیکار کنم؟ ویچو از جلو بندازم. ببینیم میخواد چیکار کنم. بابا این همه چی داره. لاگ داره. شهاب داره. بریم واسه دفاع.
دفاع بدی نبود. پکامون جونش زیاده. خب اونم خود دفاع کرد. آوا زود باش دیگه. فقط با شهاب زده ها. یه تایمینگ بابا الکترونیزاد از کجا در اون؟ الکترونیزاد از کجا؟ چی نداره این؟ همه چی داره که؟ یه تایمینگ دیگه. ای خاره تو. اون تایمینگ کرد. حالا اون تایمینگ کرد. حالا من تایمینگ میکنم. عزیزم فدای خنده هات برم عزیزم. یه تایمینگ دیگه. بله ولی دفاع کرد. جلویم خوبم جلویم. با 15 تا زدمش. میخواست با شهاب بزنه. گذاشتم. این میگیم ایزی وین. و این میگیم ایزی وین. داداشم صدا رو کم کنم. وایسا ببینم چت میده داشتمون یا نه. سلام چفین بعض پاشدن فعالیت لیسن اسم گتمه پیروز میگم ساکی بس بلی که بدون. خب داداش چت های تو رو نمی آورد ولی الان میتونم ببینم چت ها تو. بذار ببینم کجا بذارم. چت ها تو اینجا بذارم. خوبه. خب چی نوشتی؟ میگم داشت تو ترکیب دسپل گیرباد و سم رو بذار راحت میتونی دفاع کنی. دشکو امریکا هم بذار واسه حمله بقیه‌اش هم یه دونه برج جنایی بذار. راکت همینا کفایت میکنه. خب بذار اونو بچینم اول ببینم میشه میتونم باش بازی کنم یا نه. اسپل گردباد. بذار ببینم گردباد کجاست. خب گردباد سم
هر کدومش لولش پایین باشه در میارم. مثلا گردباد پایینه. دشکوب مینی پکا. دشکوب و مینی پکا. مینی پکا. دشکوب. خب برج جهنمی بذار با یه راکت. برج جهنمی و راکت. راکت هم فکر کنم پایین باشه. خب راکت هم خیلی پایینه. گردباد لازمه باسم. آخه گردبادم لول 10. بقیه کارترم ننوشتی. 2 تا کارت مونده. به جای راکت زلزله میبرم. مقدس منو تانورای. نه داداش نمیشناسم. همشهری نیستیم فکر کنم با اینکه اینجوری نوشتی. محمد بلیز. گردبادم پایینه. اب نداره. خب گردبادم گذاشتیم. این 2 تا کارتو چیکار کنم؟ چی بذارم؟ حسن زان. کارتای دفاعی وارد باشه دیگه. مثلا اسکلت بندازم اینجا برای مثال. خب گردباد و سم. میگی گردباد و سم تو ترکیب باشه با این. خب این 2 تا کارت. خب بذار فکر کنم. به نظر من واسه این ترکیبا حمله که داریم. یه دونه حمله داریم. یه دونه دیگه هم باید داشته باشیم. یه کارت حمله‌ای خوب. اون موقع 3 تا 4 تا تلس میشه. نمیشه که 4 تا تلس نمیشه حمله کرد با 4 تا اسپل. فهمی چی میگم؟ واسه دفاع اینمو بذاریم. خب این 2 تا واسه دفاع. واسه حمله هم آخه من سم بندازم بعد گردباد بندازم 7 اکسیرم رفته. میمونه 3 تا اکسیر. بریم دیگه. بریم ببینیم چی میشه. بریم ببینیم چی میشه دیگه. نیک. هوار اصلی رو فعال کردم ها. آقا این پرنسس چی میگه؟ این پرنسس علی چی میگه آخه؟ پرنسس علی یا ابوالفضل. یا ابوالفضل. یا ابوالفضل. از اون دفاع نکن. خوبه دفاع نکرد. هوگ میاد. بله خیلی هم عالی. آقا وقت حمله ماست دیگه. زیادی شلوغ نکن. اسکلتا
الان مینیون رو میذاره حاجی. برای مینیون چیزی ندارم دفاع کنم. سم و گربت داداش استفاده نمی کردم که باخته بودم. اونجا باید سم مینداختم. برای این ترکیب یه والکری لازمه، چون ویچ میندازه کاری نمیتونم بکنم که. ببین اصلا ویچ انداخت من نمیتونم کاری بکنم. آها ای اسکلت ها چسبیده بودن ها. خب اسکلت ای بابا مینیون انداخت. دریوس مینیون انداخت. نچسبید. یکی دیگه بنازم. چجوری بود؟ خوشت اومد؟ زلزله رو اصلا استفاده نکردیم دیدی؟ به جای زلزله به نظرم یه والکری بندازیم خوب نمیشه؟ اینجوری داداش مینی پکا و دژگوب خوب میگی، ولی طرف حمله میکنه وای نمیسته که. مثلا حمله میکنه من مجبور میشم با مینی پکا دفاعش کنم. تاور میره رو هوا ولی اونم از اون ور حمله میکنه دیگه. تاور منم میره رو هوا. فهمیدی چی شد؟ من باید دفاع کنم دیگه. واسه دفاع مینی پکا رو مثلا میندازم یا سمو میندازم، بعد دژگوبو میندازم واسه حمله. خب یه دونه با این ترکیب بریم تاورم اینو بندازیم ها. این بهتر میشه فکر کنم. دو تا برد یه باختیم ها. این تاورش این تاور جدیداست. همه هم ویش چرا پلی میدن؟ یا ابوالفضل الان مثلا جلوی والکری دژگوب نظرته؟ ویزارده یکم خراب کرد ولی خوب. آها الان مثلا میگی یعنی واسه ویش من سم نندازم. باشه نمیندازم. اینجوری میگی دیگه.
حله. تو دمه جلو هم. اون باید حمله کنه، من که چیزی نیست. وای دادا ایوو ویزارد. ایوو ویزارد یا ابیش. کاش نمینداختم ولی باشه یه اتک میزنم دیگه. ایزی ترکیب خوبیه ولی اصلا ترکیب خوبیه ولی من کارتام یکم ضعیفه دیگه. من یه ترکیب دیگر رو ترکیب خودم رو 14 کردم. زیاد پلی نمیدم، الان 9 ماهی میشد پلی نداده بودم، ولی امروز رو بردیم. از صفر شروع کردیم ببینم چی میده. صدای بازی خیلی زیاد نمیاد یا میاد؟ اینو بگو من بدونم، یا صدای خودم یا صدای بازی. کلن چی کار میکنه؟ صدای بازی یا صدای خودم خوبه؟ اینو بنویس بعد یه مچ دیگه برم، چون تو مچ بنویسی هم نمیتونم حلش کنم. اینا رو باز کنیم بیکار نشینیم. خوبه صدای خودم، صدای بازی زیاد که نمیاد. کاش اینو واسه 500 تا گلد نمی گرفتم، ولی عیب نداره. نه مشکل نداره آقا، حله. اینا رو باز کنیم بریم یه مچ دیگه هم بزن. خب ترکیب که خوبه، به نظر من خوبه. این اسکلت ها واسه مثلا مینی پکا اینا، این دوتا که واسه دفاع حمله سنگین، این هم واسه پکا و نمیدونم چیزای بزرگ جیانتینا. این حمله دفاع چیزای کوچیک، دفاع کلن دفاعیم. دوتا فقط حمله داریم، خوبه فعلا که میبریم. خیلی خوب میاد، حله. یه سیگار بکشم فوقش، یوتیوب ما رو بم میکنه دیگه. یا ابیش همون استارت نکرده انداخت.
شو تایم. این چه ترکیبی پلی میده؟ چی اینا خرت و پرت فهمش؟ یا آبش آبا نچسب دیگه. این فکر کنم اکسیرش کمه. خوبه راضیم. اونم به ای دادن نکوارینا. این ترکیب خودم کشف کردم چون دوئل خوبه، ترکیب خوبیه. الان جلوی این مگانایت میاد. آها اکسیر نداره ولی چیزای خرت و پرت زیاد داره. آها ریدم من توی این من. هاها یا ابوالفضل ولی الحق دفاعش خیلی قویه این ترکیب. اونم ترکیبش دفاعیه ها. زارت Don't call me a princess. یه حمله جانانه و مشتی. ای دادن چلاسنه بخور. حال کردی؟ تو واسه پوزد اوکی کن. یه بار دشکوب رو با مینی پکا بنداز ببین چی میشه. حاجی دشکوب مینی پکا نمیندازم، با والکری میندازم چون جلوی دشکوب مثلا اسکلتینا خیلی جوابه. خب والکری میندازم که نتونه اسکلت بندازه، واسه همون با والکری میندازم چون مینی پکا دفاعش بهتر از والکریه. چون اگه والکری رو ما از دستمون در بیاریم چیزایی مثل اسید و تورنیدو هست، ولی مینی پکا رو در بیارم از دستم دیگه چیزی مثل اون نیست که دمیج بده. بنازم ترکیب توه. خب فکر کنم کلید دارم. آره بابا یه دونه اضافه دارم، اینو باز کنیم. یه مچ دیگه هم بریم. امروز 7 تا مچ زدیم، 6 تاشو بردیم یا 5 تا مچ زدیم؟ 6 تا مچ زدیم، 5 تاشو بردیم. اوه این تاورش یکم ضد ترکیب منه.
یادم رفت تاور اصلی رو فعال کنم. بابا ریدم، حواسم یه جای دیگه است اصلا. الان کاری که تو گفتی رو میکنم. خب ویزارد آورد. ای نخورد. برای من ویل پلید میندازی؟ بیا ویل پلید آقا، ویل پلید. تاور اصلی رو فعال کنم. میزنه. نمیخوام ریسک کنم. عقبم. چقدر خرت و پرت داری تو. ایوو وزارد. نه. یه دونه هم نتونستیم بزنیم. این چه وضعش؟ آقا ریدم تو نتو. آجی اینو باختیم دیگه. اتک بدیم بره ها. آیس میندازه واسه دفاع. دیوس هم میدونه باختم ها. نه آجی نمیذاره بزنم. به خدا که تایمینگو تو نزدی. آجی اینو چجوری زدم من؟ عالی بود. اینو چجوری زدم من؟ واسه باید نگاه کنم. نفهمیدم چجوری زدم به خدا. خیلی عقب بودی. اینجا که کلا ریدم. حواسم توی لایو بود. آره دشکوب لامصب اگه بچسبه دیگه ول نمیکنه. برو جلو. اینجا نمیکنه. زدم کلا تموم شد. خلاصه برزیلی نگاهیدم دیگه. حسن تو همونی که می اومدی باشگاه؟ بابا اینجا نه. خب آره دشکوب زد. دشکوب بچسبه و میزنه.
خیلی عقب بودم و کم کمش 1000 تا عقب بودم. تاورش لول 10. من همیشه از اینا که تاورشون لول پایینه میترسم، چون معلومه خوب بازی کردن که میان بالا با ما میتونن بازی کنن. اتک بره دیگه. یا ابیلفز، یا ابیلفز. الان نوبت منه عمو. عمو به قربانت. دشکوب مینی پکا رو هول داد به تاورش، دیدی؟ این من نبودم من نبودم، دستم بود. دشکوب خودشون کاری کرد واقعا. من دیگه اون حتام پرو نیستم. مینی پکا رو هول داد رفت زد به تاور. یا ابرفز این چیا نداره تو دکش؟ همه چی داره. خورد به تاور آجی. یه بازی رو جلو شروع کردیم اونم اینجوری شد. چرا پرید رو تاور؟ آوا الکتروویزا چی میگه؟ نازم مینی پکا. به نازم دفاع. بابا یه دونه میزدی دیگه. اینم بردیم ایزی. اینم بردیم ایزی ها. بذار ببینیم شانس ما چی میاد. زرت. ریدم من تو شانسم. آها یه دونه دیگه. دوباره ریدم تو شانسم. امروز روز سلطان نبود. بنازم رارت. حسن میگم تو همونی که باشگاه میومدی یا یه حسن دیگه ای؟ بابا بالون چی آخه؟ بالون چی آخه؟ بالون چیه یزدید؟ بالون چیه؟ بالون چیه؟ بالون چیه؟ حالا ما هوایی نداریم، هوایی زن. یه دونه تاور داریم، یه دونه اسید. اینم ترکیبش کلن هواییه.
یا ابوالفضل بابا دارم زکه میزنم. آها حل داشت. ممنون که اومدی تو لایف. اینو چجوری دفاع کنیم؟ اینجوری دفاع میکنیم. بس سلام حاجی جون. حاجی جون چه خبر؟ ای نخورد آجی نخورد نشست یا به سلام آقا خوبی؟ فدات داداش شما خوبی؟ زده بودمشا. نایس موو. عادی حالا انگلیسی شدی. آقا تو 7-5 کردیم. سه نفر تو لایو یه نفر نشون میده. الان هر ستاتون تو لایوین یا نه؟ Dadurch wir wissen nie video koymuşsan çoxdandır. Acı biraz işim var. İstəyirəm çörəm parçaya kanal ona görə. Koyacağım. Bir de biraz danışqa filan behman. یکم استرسی بازی میکنم. عالی بود یکم استرسی بازی. آره آجی میدونید شد هوایی فقط یه دونه دارم دیگه. هوایی که سنگین بزنه اینه. اینا وقتی از دستم در میارم این یکی از این دوتا کارت وقتی دستم نمیشه دیگه میدونم که به فنا رفتم. واسه همون. آره بابا 9 ماه بازی نکردم میگم نمیدونم 6-9 این دفعه فوکوس میکنم دیگه. فوکوس. وال کیری چه کارت خوبی. بذار ببینم دستش چی داره. یا ابوالفضل باز میپره رو تاور. حوصله ندارم. بذار از اینجا اینا بذارم. خوبه. اوه bildim okey. İradet Möhsen Can. بابا این الکترووزا چی آخه؟ کلا خراب میکنه اتک ما رو. کاش اون یکی تاور بود. تاور اصلی رو باز کرده بودم. کانالم فارسی کنی اصلی تو از یاد نرو. نه داداش ببین اینجا چی دارم من. آقا بابک اونجاست. چه اصلی تو از یاد نرو. به من میگی این حرفو؟
باریکلا نپر بابا نپر دیگه. این الان نته چیه من نمیفهمم. یا اسکولیت منه. بذار یه دو طرفش کنم ببینم میخواد چی کار کنم. آها کارهای خوبی کرد. بابا نپر تو رو ناموست. خوبه باز الکتروویزور داره دیگه. من چیکار کنم آخه؟ بیا الکتروویز نداری دیگه. ریدیم. نه دیگه الکتروویزور نداری داداش. آجی الکتروویزور نمیذاره اصلا اتک بزنه. وقتی یه کارت اتکی هم داریم اینجوری میشه دیگه. الکتروویزور که داره طرف نمیتونیم بزنیمش. آها پلنگی اومد. این پلنگی چجوریه؟ نه پلنگی نیست. برم یه دونم ترکیب خودم رو بازی کنم ببینم این چی میگه. آره الکتروویزور لامصب نمیذاشت اتک بزنم اصلا. منم کارت اتکیم فقط یه دونه است. بذار یکم با این ترکیب پلی بدم. ساعت چنده؟ ای وای دستم خود باشه مشکل. 1 و 1 ربع میگذره. ترکیب عالی، دفاع عالی. آینه داره، باریکلا آقای آینه. اسکلتا باید زود بیاد دست. دم وای بر من. ازن دیگه این چه کارتی هستن؟
احمقی آخه. از کجا میزنه لامس؟ با جلاد میشه تاور اصلی رو باز کرد؟ یه دونه دیگه بزن تو رو خدا. داداش هنوزم اون پلیر قدیمی زنده است، چپ نگاه میکنه به خوشگلای تو پارک. با یه سیدیمن قدیمی. آقا ایزی آخرش یکم مشکل دار داشت میومد ولی خب زدمش. تو اون کارت آخری شوالیه یک کارت دیگه ببر با اکسیگان خود دفاع کن. البته که درست خیلی بازی نکردم که اون کارت رو کنم کلان تاکی واسه سطح پایینه. نه کارت ترکیب خوبی بود دیگه. 6 تا بردیم 2 تا باختیم با ترکیب دیگه. خوبه دیگه. 6 تا برد 2 تا باخت یعنی ترکیب خوبیه. گفتم یکم ترکیب دیگه ای بزنم. آها 4 ستاره. گلد نیاز دارم ولی کاش یه چیز بهتر میدادی. خب 140,000 تا گل دارم. این 75,000 تا میخواد. فعلا نیازی نیست. من خیلی وقت با این ترکیب بازی میکنم واسه همون یکم بلدم این ترکیبو. خوشم میاد از این جیانت. مشکل این ترکیبم پکا. مشکل اون ترکیب دیدی الکترو ویزارد بود. مشکل این ترکیبم پکا اعلام است. اون آخری ها کاش نمیزدی ولی خوبه بد نیست. راضیم. من هر چیزی که دوست دارم انداختم تو این ترکیب. مثلا رویال جاینت، آیس ویزارد، ماهیگیر عشق. ببین یعنی ماهیگیر عشق بهترین کارتی که کلش رویال یا سوپرسل آورده. بابا فکر کن انداز دیگه. انداز دیگه اونو. بابا زود باش تو رو خود. این چه نتی آخه؟ ریدم من تو این نت. الان ماهیگیر نداریم بگاه رفتیم دیگه.
آره عزیزم تو پلیری. بله بله شما پلیر قهاری هستی. پکا جون بیا اینجا عزیزم، بیا اینجا. بومبره کجا میره؟ الو کجا رفت بومبره؟ ایزی ترکیب ایزیه. با این ترکیب پکا رو زدم. چه پلیر قهاریم من بابا. عالی میشه. ترکیب راحت و سریعه. ترکیب رو دستت بیاد باهاش دقیق بازی میکنی. آره این ترکیب راحت و سریعه. یکم حفظیه. از اون جاش خوشم نمیاد. مثلا چی کارتو رو حفظی میندازی. باش دقیق تر بازی میکنه. ترکیب تو خوب بود. خوش آمد. یه بار دیگه با این ترکیب خودم برم باز برمیگردم با ترکیب تو. ساعت 1:22 است. یه ساعت اینا هم پلی بدیم بریم یه چیز دیگه ها. باز پکا پلیر اومد. 100% پکا پلیریم. نه وای هوک سایکله. کانونم دستم باشه. آره هوک سایکله. بابا چرا اونجا وایسادی پس؟ دفعه بعد باید یعنی ببین چیزو باز کنم و تاور اصلیمو. آها بکش ماهیگیر ندارم وگرنه باز میکردم. بسه دوتا بسه تو جون مادرت. به نازمالیه آقای شی. حسن جان هوک سایکل اومده حسن جان میخوام دو طرفش کنم. خجالت نمیکشی؟ کانونتو بنداز عوضی. 2 3 4 بله این بازی کنه. بیا اینجا ببینم. تاور اصلی رو باز میکنه این پلیه. چه پیشبینی چه دقیق. رویال جاینت باز قهار به میادین برگشته است. البته تو رنک لیگ یکو. چند نفر تو لایون؟ 2 نفر.
من کلا با این ترکیب هم بازی میکنم. کلا ترکیب نه ببین اصلا برو ببین، برو یوتیوب ببین، ترکیبای دیگه هم باید بلد باشی، چون با یه ترکیب هم از بازی زده میشی، هم کلا نمیشه که میبینی مثلا یه روز پشت سر هم 3-4 تا ضد ترکیب تو داد، میخوای چی کار کنی؟ داداش دومی چت بده. من بازیم زیاد خوب نیست که داری نگاه میکنی، چت بده حرف بزنیم. من خودم از این شما بازی نکردم ولی اگه رو دارم تو. آره زیاد پلی دادی واسمون. منم این ترکیب رو مثلا میتونم از حفظ بگم به یکی. خب ترکیب تو چند بود؟ 9 گذاشته بودیم، این بود. آره خب یه اتک دیگه به این اضافه کنیم، باید یه اتک دیگه داشته باشه این ترکیب. خب مینی پکا جونش چنده؟ 1500 2000. خب مینی پکا رو حذف کنیم، اگه به جاش یه اتکی میاریم چی میشه؟ عالی بنازم آقای عشقی. به جاش یه اتکی بیاریم، مثلا او که نمیره با این ترکیب. کسی که جلوی دژکوبو بگیره جلوی هوگم میگیره. ما باید یه چیزی بذاریم که نتونه، مثلا با الکتروویزارد و نمیدونم مینی پکا نتونه جلوشو بگیره. خب پس چی میتونه باشه؟ یه کارت اتکی این میتونه باشه. خب بعد ماینر که اصلا دمیج نمیده، اون به کنار. حاجی مورتال بذارم. مورتال با این ترکیب چجوری میشه؟ اینم خوب میشد ولی لول 6ه. یا مثلا گابلین دیریل. یه کارت اتکی که الکتروویزارد نتونه جلوشو بگیره. کارت اتکی یه دریل بذارم ببینم چجوری میشه. شوالیه آخه شوالیه مستقیم به تاور نمیره، بعدش هم الکتروویزا شوالیه هم میزنه. سلام داداش فونیکسی سیر، خوبی داداش؟ اتکی سری بذار با گابلین برم، خودش هم اسید داره. دیریل با اسید خیلی خوبه. یه چست دیگه هم باز کنیم، بذار ببینم این چه جوری میشه. متفاوت. خب از دیریل متفاوت تر نداریم که. دیریل یا ابوالفضل. خب تاور اصلی فعال شد همکنون. آهو تاور اصلی فعال شد. اوپس واسه چی اوپس؟ آبا بنازم به این عمل کرد. این آرپیچی چه کس شیری آخه. این آرپیچی چه کس شیری. بعد به آرپیچی دفاع میکنه از آرپیچی، کارت میندازه جلوش که نتونیم بزنیم. دریلم بگاه رفت. ای بابا زهرمار.
آفرین آفرین. ایموجی های منو داری. آفرین. بیا بفرما. بیا بفرما بفرما بفرما. زانگ. بنازمت عزیزم بنازمت. ببین چند تا زد مگاناک بابا. این گیه. هرچی کارت گیه تو چیزش داره، تو دستش، تو ترکیبش، انش گوهش. یه پویزن سمی. پویزن خودش سمیه ولی خب بگاه رفتیم آجی. بگاه رفتیم آجی. آجی بگاه رفتیم. دریل اصلا نرفت با این ترکیب. نزن بابا نزن اونو. شهاب داشت. جالبه. شهاب داشت. عجیب بود نبود؟ بریم یه ترکیب دیگه. این چه ترکیبی؟ ترکیبای چرت و پرتی دارم. همه گی هم ما گی نباشیم. نه کارتام کمه. 11 بود گی می شدم الان یه جیغیلی بکشیم. دریلم خوبه. آره خوبه ولی با اون ترکیب زیاد نره. یا ابوالفضل بابا داشتم سیگار روشن میکردم. عوضی. بیا نیا خواهش میکنم نیا. داداش گفتم نیا دیگه. عوضی بازیه چیه؟ آخه سگ این کارتو پلی میده. چیه هی میاد میخوره به من. نمیمیرم. به مولا سگ این کارتو پلی نمیده. یه دونه میزدی. چه دیسی شده این؟ فکر کنم دیسی شده. فکر کنم دیسی شد. دید دیگه نمیتونه بزنه. گفت حاجی بی خیال بذار دیسی بشی. سریع 3 ستارهش کنم بریم مچ بعدی. آها چالنجر 2 خوب اومدیم ها. دون 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 دون. شیشتا برج جهنمی خوبه. آها
ایموجی داد. یه دونه دیگه هم کلید واسه این. خوبه. تو دوره بردیم. آها، اینم رویال جاینت گذاشته تو پروفایلش. ای بابا توپ دیگه چه مرضیه. آبا یه دونه آخه چرا باید 3 تا کارت منو بزنه؟ چرا؟ یکی به من توضیح بده. یه کارتش 3 تا کارت منو زد. ای بابا ای بابا ای بابا. خوب زد، خدا وکیلی خوب زد. اتکش خوب بود. از حق نگذریم دیگه. اتکش خوب بود. ولی حالا ببینم میخواد چی کار کنه. سلام عزیزم عزیزم سلام. من عاشقم عاشقیتم و سلام. ریدیم. خوبه، راضیم. آقا من که راضیم. آقا به خدا نته، به مولا نته این. بردم. بردم آجی. چقدر سیچیم خیاری بردم. آها رفیقم آنلاینه. هادی بیا فرندلی بتل. ببینم. بیا فرندلی بتل. فرار نکن. فرار نکن. آها من پلی میدم. بیا فرندلی بتل. هادی جان کجا میخوای فرار کنی؟ داداش میگن لای معروف میشن رو سریع بذار تو چنلت. بیشترم شورت ویدیو بذار. آره 2 تا بازی هست اینجا، نمیگم 2 تا بازی رو پلی میدم میذارم. من سریع برداشتم. چی برداشتم؟ خوبه. اون چی برداشت؟ آها از اونا که از اونا. یه دونه اینو بده به عمو، یه دونه هم اینو بده به عمو. خوبه.
خب یه دونه از اونا میگیاره. جالبه، دوست دارم. والکری دوست دارم زیاد. دیگه چی میره؟ عالی، نوکرم. الان یه فرندلی بتلی با رفیقم هادی 16 ساله با هم رفیقیم از اول ابتدایی. ببینم 16 سال میشه 17 ساله حاجی. 17 ساله رفیقیم. ببینیم هم دستگرمی کنیم ببینیم کی میبره. آهان از اونا بده، از اینا خدا بده برکت. کوین بردارم یا کینگ؟ من به این کینگ میگم دیگه، ما کلش آف کلنز بازیم اومدیم کلش رویا. کینگ رو برداشتم. جالبه عمو. به خدا اینکه چند دور بزنم. آجی این ترکی یکم سخته دیگه. گیم خودش یه بحثیه که مثلا سخت میره بالا، بعد بیای اونم سخترش کنی بکنی ترکی، خیلی سخت‌تر میشه دیگه. نمیشه. بولی و انداخت. عجیبه، من اصلا دقت نکردم این هوایی زن داشت یا نه. ریدیم. ولی خوبه. خوب نیست، اصلا خوب نیست. کی گفته خوبه؟ خوب نیست. بابا زهر مار بولی شهابم داره یا باید جلوتر بکارم؟ به تاورش چسبیدیم ولی عقبیم باز. پس باید چیکار کرد؟ یه فکر بکری کرد. چیکار کرد؟ با این گابلین ماشین چیه؟ تازه اومده موشک پوشک میندازه. بولرو از کجا میزنه؟ ای دیوز شهابو ببین چجوری انداخت.
بیا، فکر کردی همینجوری میتونی ببری فرار کنی؟ بیا اینجا. فکر کرده میتونه همینجوری ببره فرار کنه. خوب 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 خوب. به مولا که من تیرا رو ندیدم. بهترین اسپل یعنی تیر و السلام. بابا بکش دیگه از اون قوچ سواره، همشونو برمیداره. واه، تکیه قبلی رو برداشت که این قوچ سوار رو نمیدونم کاپلین ماشین رو. آها، از اونا میگی پس. بده از اینا، خدا بده برکت. میدونم اتکیو باید آخر بردارم، ولی میترسم این مگانایت برداره، واسه همون اول برداشتم. اوه، ببین چی برداشت. یه دونه از اینا، اسید، یه جون زیاد. کدوم جونش زیاد تره بردارم من که یکی نخوره از این کارتش؟ کدوم بابا بلوم، قبرستان برمیداری؟ فکر میکنی نمیتونم ویچنه بردارم؟ اون دستش سنگین تر از منه، من باید سریعتر پلی بدم. بیا بزن آقا. اصلا کارتای منو ببین لامصب، من چی بندازم؟ تا تو بیفتی لاگ. او این قابل ماشین چه کسشریه دیگه.
بابا عجب بچگی خوبی داری تو هادی. نمرد، ببین تو رو خدا نمرد. بابا تو این نتم ریدم من، تو این بازی کسوشرم ریدم من. آجی ببین چجوری باختم، تیر میندازه بیخوایه، تیر میندازه. کانال تلگرام انشالله یوتیوب هم تایید فیلم نداشتی، انشالله نگو رپ فیلتر بشه که ما بگاه رفتیم، تبلیغ نمیاره که. حالا هی به ملت بگو من این هادیو باید ببرم که آقا لطفا با فیلتر شکم بیاین ببینید. اگه میان راحتی شو که راحت میشیم، ولی باید برن تبلیغ بدن دیگه. این شرکت های کله گنده باید برن تبلیغ بدن. شونیز شیرین عسل. خوب نگاه ببینم تیر هست، تیر نیست. نه آجی پینگم الان 3 جا داره، نتم 3 جا داره استفاده میشه، واسه همون لگ میزنه. خب چیا برداشت؟ از اونا بده، از اینا. بعدش هم بده از اینا. آره زیاد نگاه کردم. فعلا دفاعی برمیدارم. اتکی ببینیم. بابا این گابلین ماشین دست نمیکشه از این کسشر. ماهیگیر نداریم. ماهیگیر داشتین ترکیب، یه ترکیبی میچیدم. عسل. از اونا ها، از اینا. من تاور برداشته بودم، چرا دوباره تاور برداشتم؟ خوبه اون نمیتونه تاور داشته باشه. الان یه کارت اتکی برمیدارم. مامان. ولی بد چیزی برداشت. بد چیزی برداشت.
میشه اگه بتونی ببینی ساعت 11 شب بهتره. آره حاجی امشب یکم با تنظیماتش مشغول بودم واسه همون، وگرنه 11 تا 4 اینا هستم، 4 5 نزدیک اذان دیگه. بازی نوستالژی زیاد چیز نداره، طرفدار نداره. لاگه اضافه شد ولی خب محکم کاری کردم دیگه. شارژ شد، اینقدر شارژ شد، اینقدر. اینقدر بود، شارژ شد. اینقدر قبل مرتين. بابا تو رو ناموس چجوری زدی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ نمیتونم این دیوسو بزنم ها. حالا میخنده، ببین حالا میخنده. سیگ شد آجی، آبروم رفت. تا یکی نبرم ولش نمی کنم، غلط میکنی. اینجا ببینم چی؟ توستی من بازه نسخه قدیمی گادافورم دارن ریمیک میشه. وقتی شده خیلی بیقومی میتونی سنت بزنی یه نسخه ریمیک. آره نسخه ریمیک گادافور اگه بیاد حتما پلی میدم. آخرین بار من گادافور رو تو پلیستیشن 2 بازی کردم، اصلا نسخه های جدیدش رو نه بازی کردم نه نگاه کردم که خودم پلی بدم. چیا برداشت؟ قبل ماشین. میدونستم زلزله برمیداره ولی خب خوبه، بهتر از شهابه. یه نایت بداریم.
روزا آخه استریم فعلا شروع نکردم، روزا رو میخوام تو آپارات شروع کنم، اونم بعد ماه رمضون. فعلا ماه رمضون میخوام شبا اینجا لایو بذارم، روزا رو تو آپارات. بمبری برداریم با یه دونه این منی پکای بد شد دیگه. این منی پکا اذیت میکنه ما رو. یه ترکیب کسوشری برداشتم ببینم چی میشه. نت منو نت فعلا بگوییه. نت خیلی بگویی آجی. نت خیلی بگوییه. بگاه رفتی. نت بگاهیه. خدا حالا نمیخواد ما رو ول کنه. یه کلش رویال بس 2 ساعته تو کلش رویالی ما. خب مثلا اوکی تو برو بینجی بهتر. آره آپارات بهتره واسه شروع کردن. آپارات خیلی بهتره. بازی من زیر رتره گادافار به داستانی که ترسناکیستن بعد از زا میدونستن ترسناک نباشن. خب شب ترسناک بازی من ترسناک زیاد خوشم نمیاد، حال نمیده بهم، ولی خب اگه پلی هم بدم شب حال میده. بازی هم مثل رتره و گادافار رو بزنید از زمان بعد از ظهر دمه غروب هم تو یه چی نیست بلوک کنی 4-0. بابا نت منو میدیدی میفهمیدی 4-0 چی بود اگه نت منو میدیدی. آره اینترنت محدودیت گرفته، نمیدونم چی زهرماری گرفته که اینجوری بود. عادی میرم موبایل لجندز اگه خواستی، اگه اینترنت خوب بود میخوام موبایل لجند پلی بدم، اگه خواستی بیا، اگه ببینم اینترنت جواب نمیده میرم 2 پلی بدم. وایسا فعلا اینو
صفحه‌شو ببندم. آها، خوبه. پسی بسیار زیاد. بذار ببینم دیگه. نه نه، تو دوتا خوبه. بعضی وقتا میرینه، اونم خب اینجا ایرانه دیگه، اینترنت ایرانه. بذار برم تو موبایل لجندز، بعد باید تنظیماتم بدم آخه. این عمودی بود، اون افقیه. خب تا اینجا هم اینترنت جواب داده خیلیه. هم استریم میکنم، هم اومدم تو گوگل دارم کامنت های شما رو میخونم، هم بازی میکنم، هم گوشی رو با اینترنت وصل کردم به پی سی. که چیکار کنه این اینترنت؟ آی خوب 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 خوب. عالی عالی عالی. وصل بشو. آفرین over with force, you have to move their hearts. آفرین آفرین صد آفرین. پینگ خوبه هادی. خواستی بیا. پینگ اوکی. فقط ببینم اینو چجوری میخوام من مچ بدم. مشکل اینجاست. خب اینو چجوری مچ بدم اینجا؟ چقدر باید کوچیکش کنم؟ وایسی. خب اینجوری هم خیلی کوچیک میشه. بریم تو مچ بهتر معلوم میشه. آی دادا پینگ چرا اینجوری شد؟ جوری فکر کنم بهتر بشه. تو بازی میفهمیم البته. بذار بادی بنویسم من اینوایت بده. پینگ آده 86، پینگ من 300.
واسه کلاسیک بزنیم ببینیم پینگ اگه اوکی بود ادامه میدیم، اوکی نبود که هیچ. از این پیدا کردنش معلومه که اوکی نیست. اصلا مچ پیدا شده اصلا به من نیاورد. دو ساعت کشید تا بیاره. قبول نمی کنم، چون قبول کنم دیر آورد. خب موبایل لجندز ببینم میتونم اوکیش کنم یه جوری. وایسا 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 وایسا. اگه بتونم اوکی کنم یه موبایل لجندزی هم میریم. تا ساعت 3 هستم. خوبه ما هم فعلا هستیم. اگه اینترنت جوابگو باشه هستیم. ببینم این پینگو بیاره میفهمم چی به چیه. پینگ 200. خب موبایل لجندز بره پی کارش. وایسایه زیمات. خوبه خوبه خوبه. خب کلوز کنم وایسا. صدام میاد.
لایو هست هنوز؟ وویترن انگلیسیشو بنویس ببینم چیه. خب بره اینجا، تو بیا اینجا. درست خوندم وایترن. میبینمش حتما. ببینم دوتا دا وایترین. بذار تو گوشی نگاه کنم. وایترین چیه؟ داستانیه؟ آنلاینه؟ آفلاینه؟ سروایوره. اگه سروایور باشه که خوراک خودم اصلا میخورمش این بازی. عاشق بازی های سروایوره. بازی با حال آرامش بخشیه. با رفیق گروهی بازیش کنی عالی میشه. یه نگاهی میندازم بهش. فعلا 3 تا بازی زدم به کامپیوتر. چرا اونجا نگاه؟ 3 تا بازی زدم به کامپیوتر. اونا رو بازی کنم تمام کنم. خودشم بازی های طولانیه نمیگم اسمشو. اونا رو بازی کنم تمام کنم به این یکی بازی ها میرسیم. خب الان اینجا من باید یه سورسی اضافه کنم به اسم گیم کپچر. اد سورس. بله اد کن. خوبه اینجوری کافیه دیگه. کم دیگه بزرگش کنم. آها اینجوری خوب نیست. این بیاد اینجا. چت بیاد اینجا. آها آها. خب خوبه. دوتا دارم تازه نصب کردم ها. رنگ هم هنوز باز نیست. چطور بردیم یه جایی که من چشمان وایسه برم عینکم اینجا نیست. وایسه برم عینک رو بیارم.
برم عینکو بیارم بیام. اومدم با عینک. خب این اینجا، این اینجا. چتو یکم بزرگش کنم. آها. خب دوتا دوی نوبی بازی میکنم. گفتم دیگه تازه نصف کردم 3-4 روز میشه. کلا ببینم چند ساعت پلی دارم. 11 ساعت پلی دارم. رنگم هنوز باز نشده. آها اینگمون مشکل داره. چرا؟ چون تو لایویم. نگو که نمیذاری پلی بدیم ها. 1000 پینگی نمیشه که پلی داد. اینو باید حلش کنم. باید نت گوشی رو وصل کنم به کامپیوتر. 2 نت وصل کنم. باید این ببینم دیگه. باید برم اینا رو ببینم. نمیذاره پلی بدم. ببین پایین مچ میزنم یا پینگت مشکل داره. میری هم میرینی تو بازی خودت هم بازی بقیه. اگر نمیرفتم یه دوتای سگی میزنم. توتال آپدیت هم داده. میخواد آپدیت هم بده. ما میگیم نت نمیذاره بازی کنیم، تو میگی آپدیت دادم. خب همون رویال خودمون رو بریم بهتره. بذار ببینم. باید برم این تنظیمات رو نگاه کنم که چجوری میشه 2 نت رو به یه کامپیوتر وصل کرد. مثلا با نت گوشی بازی پلی بدم، با نت خودم هم لایو بذارم. نه بابا. سلام مشتلیزا. نه خبر راضی؟ نیستی، نمیای، نمیری، خبری نمیگیری. خب سیو یه دونه اینجوری کنی، اینجوری حل میشه. خب
آها. بالاخره چت من خونه دیوز اولین چتته. فکر نکنم بشه. نه من دیدم بازی آورد، رویال آورد توی صفحه. من دیدم میشه، ولی یکم سخته. من یه بار رفتم تنظیماتشم دیدم، انجامم دادم، ولی نفهمیدم شد یا نه. دوتاشم وصل کردم نفهمیدم چه جوری شد. صدا و تصویر بازی هست. یه ایموجی میزنم ببینید صدا و تصویر هست. اگه هست بریم پلی بریم. آره حله. ترکیب رو نگاه نکردم. کنسل شو، پیدا نکن. پیدا کرد. ترکیب چیه؟ ترکیب خودم حله. بابا اینترنتو، ای بابا اینترنتو ناموسم. تاور رفت دیگه. اینترنت چرا اینجوری شد؟ آره اینترنت لگ گرفته کلا. اینجوری نبود، از صبح داشتم پلی میدادم من. ببین نمیندازه که کلا. وایسا اینو باید حلش کنم. اینو باید حلش کنم، اینجوری نمیشه که. مفتی باخ میدیم. حاجی خبر ارادت علیزت جان. بناز دیگه کرده، بناز. بی خیال بذار اینا ببازیم. برم ببینم مشکل نت از کجاست. اصلا در بیام دیگه. باید مشکل نتو بفهمم. من کلن ایرانسل بسیارم. من همراه اول شبانه دارم. با اون نتم یه امتحانی بکنیم. وایسا. از اینجا در بیارم. خب نمیدونم چرا وای فای اینجوری کرد.
از صبح خوب بودا. زوجه رو تو ببینی. آزی والا یکم سرمون شلوغ بود دیگه. چی کارش میشه کرد؟ وایسین یه لحظه و 2 لحظه.